کشورهای کفری پیشرفت میکنن ما نمیکنیم. ببینید پیشرفت مسائل دنیوی وابسته به دین نیست. این نکته خیلی باریکی داره. شاید هم بعضی واکنش نشان بدن که چرا گفته. در بحث مسائل ترقی و رشد و اکتشافات دنیوی این وابسته به دین نیست که تو نماز بیشتر بخوانی، روزه بیشتر بگیری، به اصطلاح شب تهجد بیشتر بخوانی، تو بیشتر پیشرفت میکنی، کشورت ساخته میشه. بلکه به چی است؟ وابسته به استفاده از وقت است، مطالعه است، کار است، تلاش است. یعنی درست است غیر مسلمان است ولی سالانه بالاتر از 70 کتاب مطالعه میکنه، ولی بیا در کشور ما یک سرویس صورت بگیره جوانان ما چند تا کتاب مطالعه میکنه سالانه. او درست است غیر مسلمان است، یک دقیقه وقتش بیهوده مصرف نمیکنه، ولی سالانه شاید میلیون ها جوان ما عمرشو بیهوده مصرف میشه. 3 میلیون خطا معتاد در روی جاده و خیابان افتاده است که هیچ بهره از عمرش نمیبره. و چقدر جوانان ما برای مسائل دیگه مصروف هستن. هر کسی که از وقتش بیشتر استفاده بکنه، علم و دانش بیشتر کسب بکنه، یگانه راهی تسلط بر جهان هستی علم است. استاد عزیز وقتی شما در قرآن مراجعه کنید و ان الله قد احاط بكل شیء علما، خداوندم که خداوند است به اساس علمش بر جهان هستی احاطه میکنه و اساس قدرتی که داره بر جهان هستی تسلط داره. خود پروردگار میگه الله با علمش بر دنیا احاطه داره. یعنی به این معنا اگر میخواهی زور داشته باشی، قوت داشته باشی، احاطه داشته باشی، دنیا را تسخیر بکنی، یگانه راهش علم است. بله. شما وقتی در قرآن مراجعه میکنید میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. ای معشر جن و انس اگر شما بخواهید به اطراف آسمان قدم بگذارید نمیتوانید مگر میتوانید با وسیله علم، عقل، قدرت، توانمندی. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید میدونید میگه که چرا رشد نمیکنیم ما؟ چون ما از قرآن استفاده نمیکنیم. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید قدری که در قرآن در مورد کار و تلاش تاکید شده که حتی ساعتی هم به نام روز رخصتی شما در اسلام ندارید. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. مال و ثروت خداوند فضل خود نامیده. کار بهترین عبادت است. بله. بزرگترین عبادت است. جهاد با تجارت خداوند مساوی در قرآن ذکر میگه. آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله آخرون یقاتلون فی سبیل الله. خب این عدم فهم ما بود از دین که ما عقب ماندیم. خداوند در قرآن برای پیغمبر میگه فاستووا علی سوقی، سر پای خود باید ایستاد بشی، خودکفا باید باشی، متکی به کسی نباشی. یک مملکت که آردش از قزاقستان بیای، برقش از ترکمنستان بیای، کچالو و پیازش از پاکستان بیای، خب دیگه شما تو برو تا به آخر. ما چی میکنیم در نمی جامعه؟ یک مشت مصرفگر. چرا باید تلاش نکنیم؟